سلام، وقت شما بخیر. مشترک با سعید باقر محسنی. سلام، وقتتان بخیر آقای باقر. آقای باقر، وضعیت افغانستان چی طور شما میبینید؟ از حاکمیت طالبان 2 سال گذشته تا حالی نه مکاتب رو باز کردن نه پانتونها رو. شما چی فکر میکنید آینده افغانستان رو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم وضع موجود در کنار این که نقاط مثبتی داره، هم در امر خلق صلاح، هم در امر تأمین امنیت نسبی، اما در عین حال چالش های بزرگ حاکمیتی لاینحل است. مسائل حقوق اولیه که عبارت از آموزش قشر عظیمی از زن هاست در واقع به عنوان یک ابزار در خدمت گروه حاکم قرار گرفته و این پیچیدگی، بی‌اعتمادی و سوء روابط را هم میان مردم افغانستان و همینطور میان سازمان‌های بین المللی و کشورهای زیر دخل در قضیه افغانستان ایجاد نموده. از یک طرف ناتوانی اقتصادی وجود داره، کمبود منابع وجود داره، وابستگی به کمک‌های بین المللی، وابستگی ارتزاقی مردم به کمک‌های بین المللی، این وضعیت در دراز مدت و حتی در میان مدت نگران کننده است. اما فرصت هایی هم وجود داره که ما در واقع مردم را به عنوان صاحبان اصلی حاکمیت به رسمیت بشناسیم و اجازه کار و اجازه امور را در واقع در کلیات حکم روایی از مردم بگیریم. اگر ما مردم را صاحب این مملکت دانستیم و خود را خدمتگزار و در خدمت این مردم و کشور قرار دادیم، موفقیت هم به دست می آید. در غیر او صورت زورگویی، یک جانبه‌گرایی، تکروی برای عصر کنونی که عصر در واقع انفجار اطلاعات و عصر انفجار ارتباطات است، چون این حکم روایی به سرانجام مطلوب نمیرسه. ممکن است دوام بکنه، ممکن است با سالیانی را در بر بگیره، اما آنچه که ما به عنوان یک هدف که در او عبارت از توسعه است، پیشرفت است، ایجاد رفاه برای مردم است، ایجاد کار و تسهیلات برای مردم است، در چنین امری ما ناکام خواهیم شد. آقای باقر، وضعیت حقوق بشر در افغانستان چی گونه میبینید؟ وضعیت حقوق بشر که یک بخشی از این حقوق عبارت از حق آموزش است. حق آموزش حق ذاتی و خدادادی است. این حق را کسی اجازه نداره که تحت هر عنوانی نقض بکنه و در واقع جلو اعاده حق را بگیره. شهروندان در مجموع از وضع موجود رضایت ندارند. یک وقت است ما شاهد امنیت فیزیکی هستیم، یک وقت است که ما شاهد ثبات نسبی هستیم، اما او آسایش ذهنی و او در واقع رفاهی که مردم از لحاظ ذهنی به او باور دارند، حکومت و حاکمیت را از خود بدانند، به او صورت ما دچار مشکلیم. مردم هنوز تلاش دارند که از کشور بیرون شوند. مهاجرت ها گسترده است. فقر یک تهدید است برای مردم. اخلاق اجتماعی را آسیب میرسانه، پیشرفت مردم را آسیب میرسانه و منجر به جرایم سازمان یافته و خطرناک میشه. این یک مسئله است. مسئله دوم فقدان قانون در مناسبات مردم و حکومت است. در یک رابطه ای که قانون حکم فرما نبود، طبیعی است که حق انسان ها نقض میشه، حقوق بشر نقض میشه و حقوقی که اسلام و دین و خدا برای مردم در نظر گرفته در تاریکی بی قانونی نقض خواهد شد. ما اگر رابطه حکومت و مردم را مبتنی بر قانون تعریف کردیم، هم کار برای حکومت آسان میشه، هم در واقع او حقوق خدادادی مردم اعاده میشه. ما فعلا در یک وضع بیقانونی به سر میبریم که این هم منجر به خودسری ها میشه، منجر به محاکمه صحرایی میشه و منجر به بدنامی حکم روانان موجود میشه و مردم هم نمیتوانند در یک جامعه بی قانون، در یک حکومت بی قانون، هرچند در کلیات آن را تابع بدانیم، اما در واقع در متن مناسبات اجتماعی مردم قانون وجود نداره و این باعث و بانی اولیت در نقض حقوق اساسی مردم است. بحث آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی،
آزادی بیان، آزادی رسانه و مطبوعات، آزادی قلم، آزادی فکر و اندیشه، اینها در مخاطره است، اینها زیر تهدید است. گاهی محدودیت هایی وضع میشه. ما فرصت های بی‌نظیری برای افغانستان میبینیم، فرصت هایی که در او یک حاکمیت ملی مبتنی بر قوانین اسلامی اعاده شود، حاکمیتی که همین طالبانی که به عنوان ناقضین حقوق بشر مطرح است، به عنوان پاسبانان حقوق مردم مطرح شوند، به عنوان منادیان آزادی مطرح شوند، به عنوان پیشقراولان آزادی مطرح شوند، مشروط بر این که قانونگرایی را بپذیریم. ما بنا نداریم که قانون غربی را وضع بکنیم، ما بنا نداریم که قانون غیر دینی را وضع بکنیم. همین قانونی که مبتنی بر شرع و مبتنی بر کتاب و سنت است در زندگی اجتماعی پیاده بکنیم. حاکم و محکوم و مردم و همه در او حقوق خودشان را بدانند. در سایه قانون ما می توانیم به آزادی های نسبی برسیم. در مناسبات منطقه‌ای هم یک جامعه بی قانون یک جامعه فاقد اعتبار است، یک جامعه که نه قراردادی او، نه امضای او، نه سندی او، نه مکتوبی از او مدار اعتبار نخواهد بود. ولی اگر یک جامعه‌ای که قانون اساسی داشت، این قانون به عنوان یک در واقع یک سند مکتوب و یک سند اعتماد ملی مطرح شد، این حکومت و این حاکمیت مبتنی بر این قانون مدار اعتبار است. در دنیای موجودی که مبتنی بر قانون اساسی و انتخابات است اهمیت پیدا میکنه و مردم هم پاسپورت مردم، سند مردم، مراودات مردم، تجارت مردم از یک اعتبار مطلوب برخوردار خواهد شد. آقای باقر، طالبان چرا مخالف انتخابات است؟ طالب ها یک گروه تازه کارن، یک گروهی که در 20 سال در واقع نام خوشی از خودشان به یادگار نگذاشتند. به همین تناسب مردم هم اقبال خوش نسبت به طالب ها ندارند. بحث انتخابات را توجیه میشه که در تغایر یا در تضاد یا در مخالفت با دین قرار داره، در حالی که به عنوان یک نظریه اجتهادی در خیلی از موارد ما مجتهدین داریم، ما علمایی داریم که نظریاتشان در واقع نظریات اجتهادی است، میپذیریم اون نظریات را. ولی در بحثی که حاکمیت اعاده شود، انتخابات به عنوان یک ضامن ثبات و به عنوان یک زمینه مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان که هم به نفع دین است، هم به نفع مردم است، هم به نفع اعتبار کشور است، پذیرفته نمیشه. این تازه کاری باعث میشه که از انتخابات یک نوع هراسی به وجود بیاید. هراس به معنای ای که ممکن قدرت از دست بروه. ولی در حالی که ما قانون را به عنوان فصل الخطاب مناسبات حکومت و مردم قرار دادیم، مردم اعتمادش به دست می آید. بحث امنیت یک مسئله مهم است. امنیت روانی، امنیت اجتماعی و امنیت فیزیکی مردم ممکن است باعث اعطای اعتبار به گروه طالبان شود. این مسائل نادیده میگیرن. این یک مسئله است. مسئله دوم، در مناسبات بیرونی هم موضوعات داخلی به عنوان یک برگ بازی متاسفانه مورد استفاده قرار میگیرد. من هنوز فرصت را برای افغانستان مساعد میدانم. هنوز فرصت را برای ای که همین گروه زورگو و تفنگ به دست به عنوان منادیان آزادی مطرح شود، ما فرصت را برای تشکیل یک حاکمیت صالح قانونمند اسلامی مبتنی بر اراده مردم فراهم میدانیم. ولی در غیر او صورت بی‌اعتمادی وضعیت را دشوار خواهد کرد. بی‌اعتمادی گرایش سیاسی کشورهای منطقه را به سمت‌های انتخاب در واقع از روی ناگزیری سوق خواهد داد. انتخابات نباید به عنوان یک تهدید برای قدرت گروه حاکمه مطرح شود، بلکه به عنوان یک فرصت، به عنوان یک زمینه مشارکت، به عنوان یک زمینه ثبات و اعتبار سیاسی برای کشور مد نظر قرار بگیره. هم قدرت در دست اینها باقی میمانند و هم اعتبار برای اینها اعاده میشه و هم مردم هم رضایت خودشان را به صورت داوطلبانه اعلان خواهند کرد. آقای محسنی، آیا حکومت طالبان همه شمول است؟ قطعا چنین نیست. این خود فریبی است. حکومت همه شمول باور من است به معنای معامله با باندهای تبهکار گذشته نیست. حکومت همه شمول به معنای نیست که افرادی که در فساد و تباهی و
ناامیدی مردم در حکومت گذشته دست داشتن با اینا معامله صورت بگیره و بعد ما اسمش حکومت مشارکتی و همه شمول بگذاریم. حکومت همه شمول معنایش است که ما قانون را، انتخابات را و مشارکت مردم را به عنوان یک اصل به رسمیت بشناسیم، شوراهای ولایتی مستقل داشته باشیم، پارلمان منتخب با صلاحیت داشته باشیم و یک زعامت مبتنی بر قانون اساسی. معنایش است که ما حکومت همه شمول خواهیم داشت. در غیر صورت این روی کرد، این روش به ثبات نمی انجامه، به اعتماد ملی نمی انجامه، به وحدت ملی ما ممکن است دچار مخاطره بکنه و حتی جغرافیای موجود افغانستان را با خطر تجزیه مواجه بسازه. نباید گرفتار غرور باشیم که ما زور داریم، تفنگ داریم و اسلحه داریم. کسی را یارا و توان مقابله و مبارزه با ما نیست. جرقه های ناامیدی، نارضایتی و انزجار ممکن است جرقه برای یک انبار بارود باشه و افغانستان را خدای نکرده به یک بحران فراگیر و ویرانگر ببره. بس خاتمه بحث است که حکومت همه شمول، حکومتی مبتنی بر مشارکت رضایتمندانه و عادلانه شهروندان در تصمیم گیری های کلان مبتنی بر قانون اساسی و مبتنی بر یک قانون اسلامی باشد. آقای باقر، رای حل افغانستان چی میبینید؟ من انتخابات را به عنوان یک اصل ثبات آفرین، اعتبار آور و مشارکت آور، تضمین کننده مشارکت میدانم. انتخابات در قدرت طالب ها را تهدید میکنه، نه زمینه نفوذ خارجی را فراهم میکنه و نه در واقع کشور را به بحران میبره. آنچه که طالب ها توجیه میکنه که انتخابات باعث آنارشیزم، باعث حرج و مرج، باعث و بانی نفوذ کشورهای بیرونی میشه. انتخابات تضمین کننده سلامت افغانستان، افغانستان واحد، مردم برخوردار از وحدت است. انتخابات تضمین کننده قدرت مشروع است. انتخابات تضمین کننده یک قانون اساسی اسلامی است. انتخابات تأمین کننده یک نظام اسلامی است. ما قانون را از اسلام میگیریم ولی مشارکت مردم را از طریق انتخابات میتونیم به وجود بیاریم. برای افغانستان مفید است، برای طالب ها مفید است، برای اقوام مفید است و برای اعتبار بین المللی افغانستان مفید است. انتخابات تنها راه ممکن برای حل قضایای دوامدار افغانستان است که انتخابات را به عنوان یک زمینه امانت دارانه، به عنوان یک زمینه‌ای که در او تعهد داشته باشیم که رأی مردم یک امانت است و خیانت در این امانت هم سزای دنیوی داشته باشه و قطعا سزای اخروی هم خواهد داشت. آقای باقر، جبهه مقاومت ادعا میکند که طالبان پاکستانی را منتقل میکنه به سمت شمال افغانستان. چقدر واقعیت داره این موضوع؟ یک خبری که در سایت های اینترنتی منتشر شد گویا توافق میان دولت پاکستان و طالب ها منعقد شده برای که پاکستانی ها تلاش داشتند که طالب ها را متقاعد بسازند که نسبت به انعقاد یک صلح میان طالبان پاکستانی یا تحریک اسلامی طالبان پاکستانی و دولت این کشور پادرمیانی بکنن، همکاری بکنن. تا پاکستانی ها ادعا دارند که حزب یا تحریک PTT یا طالبان پاکستانی از خاک افغانستان علیه کشور استفاده میکنه. من فکر میکنم که چون این توافق در واقع اگر واقعیت داشته باشه تضمین کننده یک صلح موقت میان طالبان پاکستانی و دولت کشور خواهد بود، ولی حضور و در واقع مهاجرت و جابجایی اینها در خاک افغانستان ممکن است بی‌اعتمادی را در داخل اقوام در افغانستان به وجود بیاره. ممکن است باعث سوء برداشت کشورهای منطقه شود و امنیت افغانستان را تحت تاثیر قرار بده. لازم است که این توافق نامه اگر در واقع به وجود آمده باشه با شفافیت لازم، با اعلان و با اعتماد به مردم افغانستان در میان گذاشته شود. ما چنین برنامه‌ای، چنین در واقع انعقاد پیمانی را با پاکستان انجام دادیم که برای مدت موقت گروه های مخالف کشور را در خاک افغانستان جابجا میکنیم به طور موقت و به طور مهمان و با نظارت جدی دولت طالب ها که در هیچ گونه اقوام دیگر هیچ گونه احساس تهدید نسبت به او وضع نکنه. ولی در فقدان اطلاعات شفاف در این زمینه
باوری من است که بی‌اعتمادی نسبت به این مسئله در کشورهای منطقه هم به وجود میاد. نخستین اثرش که اگر شفافیت در این قسمت اعلان نشود، مردم متقاعد نشود، خلق بی‌اعتمادی است. هنوز میبینیم که سر صداهایی در فضای مجازی در نزد صاحب نظران و در نزد سران اقوام به وجود آمده که ممکن است یک طرح توطئه باشد. احساس توطئه نباید در اذهان مردم، جریان‌های سیاسی و کشورهای منطقه به وجود بیاید که ممکن است یک سناریوی برای تغییرات جمعیتی اتفاق بیفته. اگر شفافیت وجود داشته باشه، اعداد و ارقام در واقع واضحی وجود داشته باشه که چه تعداد نیروهای مخالف دولت پاکستان در داخل خاک افغانستان جابجا میشه، در کدام مناطق، در کدام اراضی و تحت چه ضمانتی و تحت چه پوششی و کدام نیرو اینها را در واقع زیر کنترل و نظارت داره. این مسئله اگر به وجود نیاید، تبعاتش نخستینش بحران بی‌اعتمادی در سطح مناسبات ملی در افغانستان خواهد بود. سپاسگزار آقای باقر. سلامت باشین. انشالله که سلامت باشین. وقت خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار.